خوش به حالتون که در ایران نیستید. در ایران در این بازی خاص هوا بس ناجوانمردانه سرد بود به خاطر اینکه به پدر و مادر یک بازیکن شریف تبریزی به نام کریم باقری توهین شد. خدمتتون عرض کنم که آقای توتونچی، کریم باقری صداش میکنم چون برادر کوچیکمه. کریم باقری از مفاخر فوتبال ما بعد از انقلاب. اگر ما 5 بازیکن بخوایم بعد از انقلاب در فوتبالمون اسم ببریم، حتما باید اسم کریم باقری رو ببریم. و اگر قرار باشه ما افتخار فوتبال آذربایجان اسم ببریم، شماره 1 کریم باقریه. و خدمتتون عرض کنم بعد میرسه به بازیکن‌های بزرگ قدیمی مثل سیروس دی محمدی، ستار همدانی، میان همینجور جلو ولی شماره 1شون کریم باقریه. و ما باید بدونیم که کریم باقری در آذربایجان رشد کرده، زحمات بسیار زیادی سال 69 70 71 72 برای تیم تراکتور کشیده، تراکتور سازی. و به واقع میشه گفتش که 2 جا اسطوره هستیشون، هم در باشگاه تراکتور سازی هم تراکتور فعلی، هم در خدمتتون عرض کنم باشگاه پرسپولیس که به نوعی امروز میشه اسمش آورد که ایشون یکی از شناسنامه‌های تاریخ فوتبال باشگاه پرسپولیس. من اینو بگم، ببخشید تو کلامتون میام چون فرصتم کمه، میخوایم ببینیم که بازی مسائل فنی هم داشت، شما از نظر فنی هم بگید. من تا قبل از که تصاویر رو ببینم باورم نمیشد که تعدادی از هوادارا، یعنی که میگم تعدادی، دوستان فکر نکنم من صحبت از 5 تا 10 تا 15 تا یا 50 تا میکنم، بخشی از هوادارای تراکتور این کلمات رو به کار بردن. من تا زمانی که تصاویر رو ندیده بودم باورم نمیشد، اما وقتی دیدم اصلا یه بخشی از حرفایی که میزدن اصلا غیر قابل پخش بود. دیگه کریم باقری آخر خط و آخر دیوار فوتبال. اگه قرار باشه به کریم باقری توهین بشه، دیگه نمیتونیم بگیم چرا به بقیه توهین شد. قطعا وقتی آقای اسکوچیچ مصاحبه میکنه و این کارو تایید نمیکنه و کار بعدی میدونه، قطعا اتفاقاتی افتاده و قطع به یقین باید یه تجدید نظری بشه و اصلا این موضوعات کلا فراموش بشه.